تاجیکستان را تو بشناس ای جهان در اصل نو با وفا با مهر و اخلاص ای جهان در اصل نو. فاطمه اسماعیلова یکی از اشتراکچیان دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ سپیدان‌های کتاب است در شهر کلوب میباشد. فاطمه به آزمون امساله با تیاری جدی آمده است. در این آینه اکثر بین خواب است به پیش قسمت تاریخ دنیا فروغ امر نیکش به حساب است. امروز در آزمون جمهوریوی فروغ سپیدان‌های کتاب است. در نمینت یکم میخواهم اشتراک کنم. ما میانه‌داری خودمون را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بیان می‌نماییم که چنین آزمون‌ها را تشکیل نموده ما در این آزمون‌ها شرکت ورزیده دانش خود را سرقه می‌دهیم. دیگر همسالان فاطمه در آزمون خیلی زیاد بودند و اصلا در نامیناسیون ادبیات بچگانه شرکت می‌ورزیدند. حکمان میگویند در حقیقت سطح آمادگی اشتراکچیان امساله نسبت به سالهای قبلی بهتر است. اشتراکچیان خیلی حاضر جوابند و وابسته به طلبات آزمون آمادگی خوب گرفتند. در آزمون جمهوریوی فروغ سپیدان‌های کتاب است. سال سوم است که از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه شرکت می‌ورزم. سال 2022 در این آزمون شرکت ورزیده در دور جمهوریوی سزاوار جای افتخاری گشتم. امسال باشد با تیاری جدید در دور شهری شرکت ورزیده میخواهم در دور جمهوریوی سزاوار جای نمایان گردم. با گفته اعضایان حکمان و مسئولان دور شهری آزمون روزی دوم است که در 6 نامیناسیون بیش از 500 نفر داوطلب شرکت ورزیده ایستاده است و 4 نامیناسیون جنبش گردیده در 2 نامیناسیون دیگر اشتراکچیان دانش و ملکه خویش را نشان داده ایستادند. در دور یکم در مؤسسه‌های تعلیمی زیاده از 1720 نفر خوانندگان شرکت ورزیده 363 نفر آنها به دور دوم یعنی به دور شهری رخصت گرفتند. این چنین امر را باید قید نمود که بغیر از مؤسسه‌های تعلیمی این چنین دانشگاه و دانشکده و کالج رو نیز اشتراک کردند که شماره آنها زیاده از 99 نفر رو تشکیل می‌دهد. در دور شهری آزمون امساله از تشکیلات و کارخانه ها عموما اشتراک نکردند که باعث تأسف و فعالیت ناخوبی کمیسیای آزمون عنوان می شود. متاسفانه از دیگر اداره و کارخانه ها شکر نورزیدند و درخواست هم پیشنهاد نمودند. اکنون فاطمه و دیگر اشتراکچیان انتظار نتیجه آزمونند و بعد از جنبش غالبان معین و به دور نوبتی را خط میگیرند که اکثریت را نورسان و جوانان تشکیل میدهند. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از شهر کلوب برای برنامه نوید.